به نام تنها خالق هستی بخش. سلام. معمولا این روزها با توجه به اینکه موسیقی‌های خیلی زیادی اومده و سبک‌های مختلف اهم از کلاسیک، پاپ، راک، جاز و غیره و خواننده‌های خیلی خوش صدایی که پا به عرصه موسیقی گذاشتند، تمامی مردم یک جوری درگیر موسیقی شدند و هر کدومشون سبک مورد علاقه رو برای خودشون پیدا کردن و گوش می‌کنند. امروز قراره در مورد این مسائل صحبت کنیم. من رضا رجایی هستم و این یکی از برنامه‌های لایو مشهد. جهانی چه کنم جان جهان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را. تو مرا جان جهانی چه کنم جان جهان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را. نفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم، چو در این دور خرابم چه کنم دور. من یه عذرخواهی میکنم از دوستان. چند دقیقه پیش هم ما یه لایو رفتیم، به مشکل اینترنت برخوردیم متاسفانه و خب بچه‌ها سعی کردن دیگه در اسرع وقت خیلی سریع مشکل رو برطرف کنند. سلام مجدد عرض می‌کنم جناب آقای آرش ریگا، یکی از خوش صداترین، به جرئت میتونم بگم خوش صداترین خواننده‌های مشهدی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبانتون. شما لطف دارین در خدمتتون هستم. زنده باشید. آقای ریا، چند دقیقه پیش چند لحظه با هم دیگه صحبت کردیم، بخاطر اینکه خیلی خسته‌تون نکنم می‌خواد سریع‌تر پیش بریم. یه ذره توضیح بدید که از چه موقعی شروع شد؟ عرض کنم خدمتتون که رو بحث خوانندگی عرض کردم که خیلی شوخی همه چی جدی شد و ابتدا فقط یه پیشنهاد بود ولی تا تهش رفتیم. یه پیشنهاد دادید، گفتید که شما بتونم یه ترک بخونم و بعد دوستانتون تماس گرفتن و گفتن که آماده شده، حالا بیاید شما بخونید. استرس نداشتید دفعه اول پشت میکروفون؟ خیلی زیاد، فکر می‌کنم به اندازه 7 ساعت دویدن تو یه ساعت عرق کرد. بعد نتیجه کار چطور بود؟ رضایت کننده بود؟ دوست داشتید خودتون؟ ببین خب طبیعتاً کار خوبی نبود، کاری که توی 2-3 روز ساخته بشه و توی 2 ساعت ضبط بشه. یه شخصی که هیچی نه از نوت میدونه نه از خوانندگی، از هیچ اطلاعاتی نداشتم. من فقط دوست داشتم. پیشنهادم این بود که من دوست داشتم یه کار برای داداشم بکنم. درست. خب نه طبیعتاً کار خوبی نشد ولی خب خیلی دوستش دارم و هنوزم گوشش میدم. خاطر انگیزه. دقیقاً. اولین باری که صدای خودتون رو شنیدین چه حسی داشتین؟ ببین بحث صدای من که برای صحبت کردن یا برای موزیکاری که گوش کردین؟ برای موزیک خب خیلی حال کردم با خودم. خوبه، پس رضایت بخش بوده برای خودتون. به نظرم برای کسی که هیچی نمیدونه. آره همین می‌خواستم بگم، خواستم به نسبت بعد محاسبه کنیم دیگه، با توجه به اونی که حالا دفعه اول بوده. اوتوتیون و اینا بود ولی خوب. اینه که گفتید که من نمیدونم یعنی چی، ولی خب به هر حال یه سری اصطلاحات برای کسایی که خب بلد نیستن کار رو، صداشون رو تنظیم میکنن با سیستم و روی نوتی میارن که باید بخونن تا از فارسی در خب تابلو میشه دیگه. آره. نظر بقیه چی بود؟ خب کار پخش نشد. اطرافیان شنیدم خب طبیعتاً روشون نمیشد بگن نه و انتظار نشد. این دقیقاً مثل اینکه یه نفر نقاشی رو شروع میکنه یه چشش رو ابرو هم میکشن و براش دست میزنن چون استارت کارشه و هیچ توقع نداره که یه کار صد فرشیان ببینه اصلا کسی که دفعه اول تو زندگیش داره یعنی. خب چی شد که ادامه دادید؟ چند سال گذشت و تصمیم گرفتم که این کار رو دوباره بخونم تا بشه یه کاری که حداقل بتونم به گوش چند نفر دیگه برسونم و بحث نوشتنم بود. اون نوشتن خیلی بیشتر باعث شد که من بیام سمت خوندن. خب خیلی وقت بود می نوشتم، حالا یه جورایی دل نوشته بود، بعد اینا اومد تو قالب ترانه و اینی که تصمیم گرفتم که بخونم اینایی که نوشتم. یعنی شما به جز خوانندگی ترانه‌سرایی هم میکنید؟ بسیار عالی. از کاری خودتون همش کار مال خودتونه ترانه‌هاش؟ اکثر کارهایی که تا الان به عنوان خوانندگی از من پخش شده به جز کار اول که اسمش خاطره بود و من دوست خوبم جواد گلزار بود، آره همه ترانه خودتون. دکلمه هم کار میکنید؟ دکلمه خیلی اتفاقی من
اومدم سمت دکلمه توی آلبوم دومم بود که یکی از دوستانم به من پیشنهاد داد که نظرت چیه که کار دکلمه رو هم انجام بدی و گفتم که خب خوب میشه ولی تمرین میخواد ببینم که چه اتفاقی میفته و یه کار از استاد عباس معروفی بود اجرا کردم به اسم زلزله. خیلی خیلی زیاد فیدبک های خوبی گرفتم ازش، فیدبک های خوبی از اون گرفتم و انقدر خوب پیش رفت اون کار که بعد از اون من کلاً یه آلبوم دادم که همش دکلمه بود. الان دکلمه داریم ازشون؟ معرفی میکنید یه دکلمه ازتون پخش کنید؟ این کاری که میکنم قرار پخش شه اسمش شاه هست و شعرش مال محسن حسین خانی مال آلبوم سوت قطار. بسیار عالی. بشنویم با هم دیگه. آه بانو، من شاه نیستم و هیچ میدانی به نامم نیست، اما تو عجیب شبیه کاشی های نقش جهانی، عجیب تاریخ را برایم زنده نگه می‌داری. وقتی برگ تقویم عشق را به درخت زندگیم پیوند میزنی، وقتی رنگین کمان چهرت به روزهای بیرنگم رنگ میپاشد، وقتی میفهمم آن وقتها هم که خیال میکردی نبودی بودی. حالا که نگاهت میکنم فواره های چشمهایم از شادی به راه میافتند و کالسکه های قلبم به سویت تند تند میدوند و هزاران هزار پروانه که از گوشه گوشه چشمم به سمتت روانه میشوند تا تو را ببوسم. آه بانو، من شاه نیستم و هیچ میدانی به نامم نیست، اما تو به جهانم نقش دادی. بگذار با تو دوباره متولد شوم. خب از ترک شروع شد و بعد آهنگ اولتون دوباره بازخوانی کردید و بعد آلبوم چند تا دادید؟ من 5 تا آلبوم دادم تا الان بیرون. 5 تا آلبوم تو چه از سال 87 تا الان تو 9 سال 5 تا آلبوم. بعد 87 که یه تایمی مسکوت موند همه چی، تقریبا فکر کنم نزدیک یه سال و نیم 2 سال همه چی موند و بعد از اون 5 تا آلبوم دادم. 5 تا آلبوم. بعد مجوز اینا؟ بعد از اینی که دیدم که الان اوکی هم رفتم سراغ مجوز. خب الان پس مجوز گرفت. بله. چقدر اذیت شدید برای اینکه مجوز بگیرید؟ چند تا خان رو رد کردید؟ ببین حقیقتا مجوز خان نداره، یه سری ممیزی میخوره بهت توی ترانه اونم فقط. خب دیگه جریان طاووس و جور هندوستانه دیگه اجرایی. اینقدر علاقه داشتین که حاضر بودین سختی بیشتر هم بگیرید؟ خب نه سختی‌های بیشتر آره دیگه. ببین توی ایران وقتی قرار کار بکنی و بخونی تنها درآمدت استیجه دیگه. خب شما یعنی الان برای این قضیه ترانه بهتون ممیزی خورد بگن این ترانه فلان کلمش مشکل داره کلا ترانه رو؟ آره زیاد. مثلا چی خورد بهتون؟ یکی از بامزه تریناش عجیب بود براتون که این کلمه چه ایرادی داره؟ آره ببین من فکر کردم که یه سری کلمات خاص نباید استفاده بشه، مثلا مثل آغوش و بوس و اینا و خب حالا یه سری از اصطلاحات. ولی خب من یکی از کارام به اسم آتلیه یه بیتش اصلا به مشکل خورد که اگر من میخواستم اون بیت رو تغییر بدم کلا نباید ترانه رو میخوندم. فکر کنید 12 بیت 10 بیت داره میگه و تو 2 بیت آخر قراره که نتیجه گیری بکنه و مخاطب بفهمی خب این داستانی که تعریف کردی چی شد. همون 2 بیت گفتن عوض کن. تو بچه که عوض نکرد. بچه شد پخشش میکنم. فکر کردم که مجوز گرفتین یه جوری ردش کردید. نه دیگه میگم این ممیزی ها یه ذره دست و بال رو میبرن. چرا حافظم شب شراب و اینا بود عوضش کردن شب سرابش کردن یه جایی؟ نه دیگه من روزی که همین کار جان جهان رو فرستادم برای مجوز گفتم الان یه نفر رو میفرستن ببره منو، چون همش مستی و شراب و اینا بود. این روحانی منظورتون بود دیگه، منظورتون واقعی که نبود. ولی گویا اونجوری تعبیر شده بود. آره.
حالا شما واقعا که منظور اینجوری نبود دیگه. من مخاطب، خب من ننوشتمش که ببینید مخاطب من کیه، ولی حالا اون شخصی که نوشته حالا خدا داند. ترکی خوندین برای مخاطب خاصی یا اصلا بنویسید یه شعر رو برای به اینو همه میپرسن که چرا اینو خوندی، اینو برای کی خوندی؟ من هر کاری که خوندم، چه دکلمه کردم چه خوندم، اون لحظه اون فضای روحیم ایجاب میکرده که اونو بخونم. آره خیلی کار دارم، مخاطب خاص داره اتفاقا. مخاطب‌های خاص داره؟ نه، هر کدومشون یه مخاطب خاص داره. خیلی هم عالی. بعد یه صحبتی بود گفتید که منبع درآمد اون افراد اصلا به خاطر استیج و فلان و این رو حالت. بریم یه ذره در مورد بحث کنسرت صحبت کنیم. کلا توی مشهد یه مقداری با مشکل کنسرت مواجهیم و شما به عنوان یه خواننده مشهدی خب الان منبع درآمدتون چی میشه؟ ما کپی رایت که نداریم که ببین مشهدی نیستم، ولی توی مشهدم و موردی که هست اصلا اصلا جمله‌ای که تیتری که گفتین اصلا کلا نیست. توی مشهد کنسرت ایراد نداره، توی مشهد کنسرت وجود نداره. یعنی عملاً آره دقیقاً دیگه. ببین توی مشهد افرادی که دارن توی مشهد کار میکنن دو تا راه حل دارن، یا اینی که از مشهد برن یا اینی که بذارن کنار این کار رو. چون حتی موزیک بی کلام هم خیلی سخت میرن بچه ها روی استیج. هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد. استعدادی آیا ما نداریم توی مشهد که در رابطه با موسیقی باشه و نتونه از اینجا بره به دلایل خاص خودش؟ خیلی. خب ولی همین استعدادها میسوزن اینجوری. هیچ حرکتی نمیشه زد. ببینین خیلی از دوستانی که من توی مشهد باشون کار کردم و باشون آشنام میبینم که دارن کار میکنن خیلی فراتر از بحث حتی کسایی که دارن تو ایران کار میکنن، خیلی بالاتر از اونا، ولی خب نمیتونن کاری انجام بدن، دستشون بسته است. ببین یه سری ببین مثلا من خودم یه پست این اینستاگرام گذاشتم بعد از اینی که مجوزم رو گرفتم، نوشتم روی زمین چقدر هوا خوبه. خب اسم ماها بود خواننده زیرزمینی، در صورتی که خب ببین من مثلا توی کارا من نه حرف زشت و رکیک میزدم، نه سیاسی خونده بودم، نه از جای حمایتی میکردم. کارای من یه کارای عاشقانه است و چه دکلمه هام چه بحث خوندنم. الان اومدم روی زمین، چه اتفاقی افتاد؟ چه تفاوتی شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. چون تو مشهدم این هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی اگه شهر دیگه باشه خب تو اصفهان هم بودین فرق نمی‌کرد. چند روز پیش گفتن که 75% مردم اصفهان مشکل دارن با موسیقی، در نتیجه تو اصفهان هم نباید کنسرت برگزار بشه. یعنی داره واگیردار میشه فراگیر. نه ببینید داره اجرا میشه. ببین آخه مشکل اصلی اینه که من فکر می‌کردم مثلا یه شخص خاص مشکل داره، مثلا من به شخص آهنگای من مشکل داره، به درد مشهد نمیخوره، بهت مجوز اجرا نمیدیم، یا مثلا آقای ایکس یا آقای ایگرگ. ولی خیلی از کسایی که دارن میخونن خیلی حرفه‌ای تو بحث سنتی و نمیدونم حالت کاراشون کارهای عرفانی ملی میهنی مناسبتی، اونا رو هم نمیذارن برن، نمیذارن برن رو استیج. خب چرا تو قانون که نداریم این چیزی آخه؟ اصلا رفتید دنبالش توی ارشاد اینا؟ آخه دلیل نداره وقتی میدونیم جواب چیه بریم دنبالش. زیرزمینی کنسرت نداشتیم؟ نمیشه گذاشت. ببین کنسرت گذاشتن تولد گرفتن نیست که کسی نفهمه. حالا من تولد میگیرم، فردا فهمیدنم نمیتونم با هم کاری بکنم. نه ببین من اصولا عادت ندارم که جایی برم که بعد بخوام ازش ضربه بخورم. خیلی از جاها خب پیشنهاد میشد بابت اجرا، ولی خب دوست نداشتم این کار انجام بدم. چارچوب قانون باشی، بعد اینکه دست پاتو بگیره. دست و پا رو داره میگیره دیگه، آره، ولی مجبوریم تحمل بکنیم دیگه. گویا یکی از سرکای قشنگ دیگه شما آماده است. بشنویم برگردیم. میخواید اول یه توضیح در مورد کار بدید؟ یه دونه کلیپ هست از تقویم که این کار اتفاقا حالا خیلی تصادفی فردا قراره پخش بشه به اسم تقویم، که پس ما داریم رونمایی میکنیم از این کار دیگه. قبلا توی اینستاگرام هم شده ولی خب اینجا هم رونمایی میشه. ملودی و ترانش از دوست خوبم رضا افتخاری است و تنظیم معین رحمدل. بسیار عالی. بشنویم با هم دیگه برگردیم. تو عشقت رفت و انگاری که دنیات هم از دست دادی، تو تقویم این روزا مرده است، همین روزای تکراری. چی شد بعد چی شد قصه،
کجایی آخر کاری؟ جای روزای سرخ من تو گلدونت شده خالی. خبر نداشتی که تصویر ذهن پاک عشق تو یه روزی تیره و تارشه بگیره گوشه قلب تو. شما خاص بودین ولی قید همو زدین دیگه زیر بارون با هم قدم نمیزنین. شما مدتی یک عکساتون تکی شده از وقتی فهمیدی عشقت با کی بوده. توی باد پاییز انگار هنوز غرق تنت اونو خواستش رفتش الان شده. عرض کنم که یکی از بحثایی که خیلی هم جنجالی شد توی انتخابات ریاست جمهوری بحث برگزاری کنسرت تو مشهد. حالا از دو جناح، یه جناح که خواننده برداشتن به خودشون آوردن مشهد و خیلی دوست داشتن که اینجا اجرا کنن و فکر می‌کنم یه ترک هم اجرا کردن، و یه جناح دیگه با حالا خواننده‌های ولو شده تقریبا نیمه زیرزمینی مثلا صحبت کردن و فلان. چطوری میشه که قبل انتخابات بحث کنسرت تو مشهد داغ میشه و بحث موسیقی ردیف میشه، بعد از انتخابات بسته میشه؟ خواست مردم هم در کنسرته. ببین این بحث خیلی خیلی حالت سیاسیه، من اطلاعاتی ندارم که بخوام جواب بدم، ولی ببینید وقتی که کلن یه کاری رو نمیخوان انجام بده، جریان کسی که خودشو به خواب زده است، شما بمب بترکون بیدار نمیشه. قرار نیست این اتفاقات فعلا بیفته توی مشهد. این سوال سریع ازت بپرسم، اگر نخواستی میتونی جواب ندی. تو به عنوان یک آدمی که مسلمونه و خواننده است، فکر میکنی که اجرای کنسرت توی مشهد یا تو حتی اطراف مشهد، فریمانتور و جام جایی که داره لغو میشه، سبزوار، به شأن امام رضا ضربه میزنه؟ ببینین قطعا خوندن من این ضربه رو نمیزنه. شاید منظورشون اتفاقاتی که خب تو بعضی از کنسرت ها میفته به تماشاگر، ولی اوکی مشهد این اتفاق میفته. ببین اگر که فاصله اونقدر هست که اسم شهر روش گذاشتن روی طرقه و بخشندیز، خب میتونه اونجا اتفاق بیفته. اصلا مشکل بحث اون نیست، فکر میکنم مشکل کلا موسیقیه. ببین من یه کار عاشقانه میخونم توی کاری که شنیدین از من، توش میگه آه بانو من شاه نیستم و هیچ میدانی به نامم نیست. من دارم بد میخونم، من دارم عاشقانه میخونم، اوکی؟ خب من اجازه ندارم اجرا بکنم، ولی اون کسی که داره برای ایران میخونه چی؟ اون چه شأنی میاره؟ پس کلا بحث موسیقیه، بحث شخص خاصی یا سبک خاصی نیست. چون من رپ که کلا مجوز نداره تو کل ایران، پاپ رو نمیذارن، سنتی رو نمیذارن، محلی رو نمیذارن، بی کلام رو نمیذارن. پس مشکل شخص یا یه چیز دیگه، کلا موسیقی فکر می‌کنم مورد داره. اکثر بچه‌هایی هم که از مشهد بولد شدن و به جایی رسیدن، به قول معروف به اون سکو استیجی که دوست داشتن برسن رسیدن، از مشهد رفتن بعد رسیدن، متاسفانه. بحث موسیقی مختلف مطرح کردن، من سالام اینجوری از بپرسم، راک، جاز، پاپ که نه، دیگه چی میشه، کلاسیک، نمیدونم، راک گوش میکنیم؟ من همه چیز گوش میدم. من ترانه بیشتر منو جذب میکنه تا خواننده و صدا و سبک. من ترانه رو گوش میدم. معمولا کسایی که رپ میخونن با کسایی که حالت پاپ یا مثلا سنتی اینها میخونن رابطه خیلی مساعدی ندارن. شما؟ نه من پاپ گوش میدم، رپ گوش میدم. پاپ که خب موسیقی خودش رپ گوش میدم. نه همه چیز رپ هم گوش میدم. رپ هم گوش میدید، مشکلی نداره. خواننده مورد علاقتون پاپ و اینها یکی کسی که احساس کنید که اصلا یه حالت الگو مانند براتون باشه؟ من از الگو سعی کردم استفاده نکنم. یعنی تنها ادعایی که دارم اینه که از کسی تقلید نمی‌کنم. ترکی بود حالا دوست داشتم مثلا گفتی کاش اینو من می‌خوندم، چقدر خوبه این موزیک. خیلی شاید آره تمام ترکایی که باشون خاطره دارم دوست داشتم بخونم خودم تو همون تایمی که کار اومده و گوش میدادم. ولی ببین حقیقتا سعی نکردم که الگو بگیرم از کسی. حالا شاید بعد از این صحبت‌های من برن کارهای منو گوش بدن و بگن نه این شبیه اونه، و اگر 1% یه دونه از کارهای من یه ذره شبیه کاری از بزرگی باشه قطعا ناخواسته بوده. تقلید کردن رو دوست ندارم، ترجیح میدم که
خودم باشم، حتی اگر بدم بگن خودشه ولی بده، نگن چقدر بد میخواد از فلانی تقلید بکنه. اینو خیلی دوست ندارم، نمیپسندم. درست. یه سوال دیگه میپرسم، یه ذره برای خودم سواله میپرسم، بازم میتونید حالا جواب ندید به هر دلیلی. چرا ریا؟ حالا درسته که میخوای فامیلتون بگم مشکلی نیست، مجرد سریف دیگه. جناب ریاهی، ریا رو فکر میکنم از اینجا گرفتید، ولی خود کلمه ریا بدون حالا اون هی آخرش مفهومش مفهوم منفی میشه. نه، ریا معنی دورویی، تظاهره. خب هیچ کس نمیگه من ریاکارم، پس اون معنیش نیست. فقط من خواستم خواننده رو از زندگی شخصیم جدا کنم. هی فامیلم رو برداشتم. املاته. فکر میکنید که اگه مخلوط باشه چه میزدم آرش بی ریا خیلی بدتر بود. اون موقع میشد بحث خیلی از چیزا میشد بهش چسب. ولی آرش ریا کلا صرفا جهت اینکه زندگی شخصی از کارتون جدا بشه. آره خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته. میتونم بپرسم که چقدر هزینه کردید حدودی تقریبا برای این علاقه؟ خیلی. خب بعد درآمدتون از کجاست؟ شما که کنسرت ندارید. هیچی. خب بعد چیکار میکنید اینجوری که تموم ببین هر شخصی که داره میخونه یا توی موسیقیه فقط رو استیج تو ایران میتونه درآمد داشته باشه. چون الان حتی بچه‌هایی که مجاز هستن به آلبوم میدن، الان ماشاءالله 1000 تومانی میدی 600 تا آلبوم برات کپی میکنن، فقط درآمدشون استیج. هر کی رو استیج نمیره و داره میخونه فقط عاشق این کار. چون عشق خوانندگی هم اگر باشه 2 تا میخونه بی خیال میشه. عشق خوانندگی یه طرف یه دونه میخونه، 2 تا میخونه، 3 تا میخونه، 4 تا میخونه، دیگه مایه داره 5 تا میخونه، بعد دیگه بی خیال میشه. ولی کسی که داره ادامه میده فقط دوست داره این کار رو. خب بعد الان منبع درآمدتون کجاست؟ یعنی شما مثلا میری یه جای دیگه کار میکنی یا یه شرکت یا حالا هر چی و بعد میای دوباره خرج میکنی تو راهی که عاشقشی؟ همه خواننده ها اینجوری هن. حالا شاید بقیه بچه‌هایی که دارن کار میکنن ترانه‌سرا اینجوری نیست، چون ترانه‌شون میتونه بفروشه. آهنگساز ملودیشو میفروشه، تنظیم کننده تنظیمی که میزنه رو میفروشه، ولی خواننده فقط داره پول خرج میکنه. چقدر سخته اینجوری؟ خیلی. دل زده نشدی؟ دل سرچی یا مثلا عطاشو به لقاش بخشیدم بیخیال شم؟ نه. هیچ وقت داده برات پیش نیومده؟ پیش نیومده نه. هر وقت که این حالت بهم دست داده سعی کردم یه کار بهتر ببندم. چه خوب. یه کاری که مثلا خوندید خیلی دوستش دارید و یه کاری که خوندید که پشیمون شدید، یه کارشون رو نمیخوندن. هیچ کدوم از کارام پشیمون نیستم که خوندم. نه خوندنه و نه دکلمه. آره ببینید میگم هر کدوم از کارهایی که تا الان از من پخش شده، حالا چه بحث سایت ها چه بحث توی کانال خود من، حال هوای اون تایمی بوده که اونو خوندم. الان نمیتونم راجبش تصمیم بگیرم. اون موقع خوندم، راضی بودم، پخشش کردم، پشیمونم نیستم از هیچ کدومش. کار بدی نکردم. شاید مثلا کارهای آلبوم اولم الان بخوام بخونم خیلی بهتر بخونم، طبیعتا این همینه، چون 5 سال پیش خوندم، ولی پشیمون نیستم از پخش کردنش. یه روز امکان داره که آرش ریا راک بخونه مثلا؟ خیلی به خاطر صدام داره بهم پیشنهاد میشه از سمت آهنگسازا و تنظیم کننده ها. هیچ چیزی بعید نیست. یعنی پس ارق خاصی نداری که شما پاپی و باید پاپ بمونی؟ من خیلی از کارام، من سافت راک خوندم، پاپ خوندم، جاز، بلوز خوندم. سعی کردم به جاهای مختلف، حالا اون شروع کارم بود که به همه جا یه ورود میکردم که ببینم که کدوم بیشتر رو صدای من میشینه، ولی نه، من هیچ وقت رو این یکی تعصب ندارم. درست. تمرین خاصی میکنیم برای صداتون؟ برای خوندن یا برای دکلم؟ قاعدتا. چی؟ من چون اطلاعات ندارم، به عنوان یه آدم عامی دارم میپرسم. ببین تمرین که حالا چند وقت پیش سری صحبت ها شده بود که یه ساعت وای میسم او اینا میگم صدامو گرم میکنم و به این سبک نه، ولی یه سری پرهیزات وجود داره. مثلا چی نباید بخورید و فلان؟ بقیه رو نمیدونم. من نوشابه صدامو آف میکنه کلا. نوشابه رو صدای من دقیقا مثل بادمجون برای مستشاره. حالا در اون حد نه، ولی در اون حد نه، ولی خیلی تأثیر میذاره.
داریم ترک دیگه ازشون که بخوایم بریم؟ یه ترک دیگه که امکان داره بشنویم. بگید اسمشو که معرفی کنن برامون. آهنگ دلتنگیتون. دلتنگی موزیک ترانه‌اش مال خانم آرزو رمضانی هست، ملودیش محمد اصلانشری عزیز و حالا این نسخه‌ای که میشنویم گیتار ورژنش هست که گیتارش هم خود محمد عزیز میزنه. بسیار. بریم بشنویم برگردیم دیگه مرحله آخر رو پایان. در و دیوار این خونه پر از خاطرات تو، تا اون لحظه که برگردی چشام میمونه مات تو. من این بارونو دوست دارم تا وقتی یاد من باشی، منو با بغض باور کن، بترس از این که تنهاشی. دلم میگیره از تردید، دلم میگیره هر لحظه، شب و روزم بدون تو، فقط دلتنگی محضه. آقای ما خیلی خوشحال شدیم از اینکه در خدمت شما بودیم. خیلی سپاسگزار شدیم از اینکه وقت گذاشتید. واقعا ممنونم. اصلا آشنایی با شما خودش یه افتخار بود. قربون شما. امیدوارم که بازم کاری بهتر و قشنگتر و جذابتر از شما ببینیم. پیشرفت سمسون داشته باشید و ان شاءالله بیایم کنسرتتون. فقط یه قولی اول به من بدید که کنسرت برگزار کنید اولیش ما رو دعوت کنید. با بلیت باید براتون بفرستم دیگه. حالا شما قطعا مشهد نیستی که صحنه اینا رو هم پیش کنید. ما خودمون مهم نیست. فقط اگه ما بیایم اونجا باهاتون یه صحبتی داشته باشیم. باعث غرور افتخارمون. قربون شما. من سوالم تموم شد. اگر که این دوربین مال ایشونه، کدوم دوربین فعاله؟ اینه. آره. هر سوالی که فکر الان میگه خب نه همینو بگید که ایشون صحبت کنن. هر سوالی که فکر می‌کنید من ازتون نپرسیدم دوست داشتید بگید یا مطلب خاصی هست بخواید توضیح بدید مفتخر می‌کنید. دوربین شماست. مرسی اول از همه بابت که وقتی که در اختیار من گذاشتین تا با دوستان مشهدی بیشتر آشنا بشم. خب حالا متاسفانه به دلایل خیلی زیادی من توی مشهد با خیلی از دوستان ناآشنا بودم، ولی سوال نه دیگه، فکر کنم چیزایی که نیاز بود و پرسیدین دیگه. حالا یه سری نگفتید کجاست؟ گفتید مشهدی نیستم، ولی من متولد زاهدان هستم با افتخار. بسیار هم عالی. بعد به خاطر کار اومدید؟ به خاطر همین مبحث اومدید مشهد؟ نه من مشهد و امامرضا رو دوست دارم. دوست دارید؟ خیلی هم عالی. به خاطر این قضیه که البته مشکلی پیش نیومده نه؟ مثلا بگن که حالا این از شهر ما نیست فلان یا دلیل اینه که الان تو تلویزیون نیستم فکر می‌کنم همینه. یعنی پارتی بازی شد، مشهدی بازی شد؟ نه خب من اجرا داشتم تلویزیون شهریور پارسال، شبکه خراسان، یه برنامه بود به اسم 2887. نمیدونم تلویزیون چه چیزی یا رادیو مشهد چه چیزی نیاز داشت. من فقط برای این که خودم محک بزنم رفتم تلویزیون و اصلا خیلی دنبال این نبودم که برم تلویزیون و اجرا بگیرم. ولی خب برنامه موضوع خاصی داشت، اصلا شعار نیست و من مجوزمو گرفتم دیگه. اصلا شعار نیست، ولی چون بحث دفاع مقدس بود بعد مهمانای برنامه خیلی مهمانای خوب و باحالی بودن. خب یه تست بود من رفتم و اونجا بودم، ولی فیدبک هایی که میدیدم اونجا از صدا بردار و کارگردان و بقیه کسایی که اونجا بودن خب سورپرایز شدم که دیگه یه خسته نباشید حتی ما نگفتن. خب طبیعی هست که توی مشهد کسی که فکر میکنید به این خاطره یا دلیل دیگه داشته؟ یعنی به خاطر اینکه شما مشهدی نیستی این اتفاق میفته یا درش شاید بپرسین؟ ببینید هر شخصی توی هر قسمتی از کره زمین من رو میبینه، سلام میده، بهش سلام میدم، میگه چرا نمیری تلویزیون؟ خب چرا به فکرشون نمیرسه که نرفتم؟ و خیلی پیگیر نبودم بحث تلویزیون رو و چون بحث خوانندگی و حالا الان یه مدتی که بحث دکلمه‌ای که دارم انجام میدم رو بیشتر میپسندم، ولی فضا نیست دیگه. یه سری برنامه کمه توی مشهد، این طبیعیه و اون برنامه هم سند خورده دیگه. خیلی از جا سند خورده و خود مشهد فکر می‌کنم سند خورده. خب نمیشه به ماهایی که فقط به خاطر امامرضا اینجا هستیم با تحملش بکنیم. من گفتم سند خورده، منظورم سندش به نام امامرضاست.
منظور خاصی خب بعضیام انگار وکالت خورده. خیلی خوب، فقط از اینکه بگیرنمون بریم. من میشه بریم رو من خداحافظی کنم سریع‌تر. رفتیم. خب مرسی با ما همراه بودید. بازم ممنون، متشکرم از اینکه افتخار دادید. دو تا راه ارتباطی خیلی موثر و قوی داریم. یکی کانال تلگراممونه که آرشیو برنامه‌مون اونجا هست و بعدی صفحه اینستاگراممونه که میتونید لایو رو ببینید و بعد شیر شده ای لایو رو تا 24 ساعت. سوژه‌هاتون رو برای ما بفرستید، خوشحال میشیم. توی آپارات، یوتیوب و دیگه کجاییم؟ توییتر ما رو فالو کنید. مرسی یا علی، خدا نگهدار.